از این عبادات یا جزء بخش عبادت به غیر از الله انجام میده، دارد به این میکنه که شخص مشرک است و از دایره اسلام بیرون است. محل شاهد در اینجا ای است که در قضیه ولا و ولایت است. یعنی به این معنی که توحید ولا از مسائل حساسی است که با اصل دین مرتبط است. این متوجه باشین. این با اصل دین مرتبط است. این کدام مسئله فرعی نیست که در این اختلاف باشه، بلکه مسئله است که با اصل دین ارتباط داره و انتفاع این اصل در انسان دلالت به انتفاع اصل دین و اصل اسلام از انسان میکنه. حتی فروعات دیگری ولو که به این فروعات عمل کنندان باشه مطلقاً به این مفید واقع نمیشه، به خاطر که اصل دین است، تحداب و اصل و اساس دین است. از این خاطر متوجه باشین که علما رحمت الله علیهم به این قضیه اشاره میکنن که از جمله معتقد اهل سنت و جماعت است که اعمال کس بدون شک به بخشای مختلف ایمان تقسیم میشه. بعضی اعمال مربوط به مستحبات ایمان است، بعضی اعمال مربوط به واجبات ایمان است و بعضی اعمال متوجه باشین که مربوط به اصل ایمان میشه، مربوط به اصل ایمان میشه. او اعمالی که مربوط به اصل ایمان میشه محورش همین سه مسئله است. دو توحید تحکیم است، توحید تشریع است که یعنی به ایمان که شریعت الله عزوجل حاکم باشه، فیصله کننده باید الله عزوجل باشه، شریعت الله در روی زمین حاکم باشه. چرا؟ به خاطر که به صراحت الله عزوجل میفرماید الا له الخلق والامر. الله عزوجل آفریننده زمین و آسمان هست، از او خلق آفرینش است. پس کسی که زمین و آسمان آفرید، کسی که خالق همه کون و همه چیزایی که مشاهده میکنیم است، بدون شک این مستحق عبادت است. له الامر، باید امر روز باید تنفیذ شود، هم روز امر صادر که میشه باید هم روز باید پذیرفته باید شود. این دلالت به توحید تحکیم و تشریع میکنه. دیگر مسئله توحید ولا هست که با اصل دین ارتباط داره، با اصل دین پیوند داره. حتی در وقتی که حجاب فرض نشده بود، در وقتی که زکات فرض نشده بود، در وقتی که حج فرض، حتی در وقتی که جهاد فرض نشده بود، الله عزوجل از توحید ولا صحبت میکنه، او را به شکل مفصل، او را با آیات واضحه که اگر کسی غیر از الله کسی را به ولایت گرفت او از مشرکین است و رسول به این مکلف میشه که غیر از الله کسی را باید به ولایت نگیره. یعنی کسی را به غیر از الله معین نگیره، کسی را به غیر از الله عزوجل کارساز نگیره، کسی را به غیر از الله عزوجل حلیف و همپیمان نگیره، کسی را به غیر از الله نگیره که او را از او اتباع و پیروی کنه. این قضیه اتفاقی بین همه فقهای اسلام است که این مسائل که از همه مرتبط به اصل دین میشه. مثال براتون میدیم که بیشتری مسئله براتون روشن شود. در توحید نسک ما گفتیم که در توحید نسک نماز، روزه و زکات و حج مسائل است که بعد از قضیه ولا و تحکیم و این مسائل چی میشه مطرح میشه. اگر شما شخص را مشاهده کنین، خوب متوجه باشین، اگر شما شخص را مشاهده کردین که از 5 وقت نماز یک وقت نماز را به خاطر غیر از الله عزوجل به بت خان، به شخص دیگه خان، به طاغوت خان، بدون شک حکم همه فقهای اسلام علمای اسلام می است که دلالت به این میکنه که از دایره اسلام چی از دایره اسلام بیرون است. این دیدم در توحید نسک دیدم، در توحید نسک را مشاهده کنید. پس قبل از توحید نسک بیایم به توحید ولا بیایم. پس اگر شخص را ما مشاهده کردیم که به غیر از الله عزوجل کسی را کارساز با خود میگیره، هم پیمان با خود میگیره، با او یک جا میشه، پس این را متوجه باشین که الله عزوجل ولی خود نگرفت، این الله عزوجل ناصر خود نگرفت. این خوب خیلی متوجه باشین. در آیات سری که در سوره بقره است این دیگر هم براتون واضح میسازه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این معنی میشه که از احوای یهود و نصارا چی کنه، پیروی کنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نصارا و یهود است تو هرگز یا محمد راضی نمیشن تا که تو پیروی ملت اینها رو نکنی، در حالی که مستحیل است پیروی یهود و نصارا از رسول صلی الله علیه و سلم صادر شود. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد از اینکه به تو علم رسید که قرآن باشه و وحی بر تو رسید، اگر از اهوایشان از خواهشاتشان پیروی کردی، ما لك من الله من ولی ولا نصیر. در تو حالت که است دیگر نه بر تو الله عزوجل نه بر تو ولی هست و نه بر تو ناصر است. تو الله عزوجل که است تو را ترک میکنه. خوب در این قضیه اگر ما دقت کنیم در این مسئله، وقتی که پیروی ملت کس ناممکن شد، اما اگر از ملت پیروی را بگذار، اگر از اهوایشان هم پیروی صورت بگیره، بدون شک این یاری و این نصرت و الله عزوجل کس که از رسول صلی الله علیه و سلم چی میشه؟ مطلقاً دور میشه. رسول هم در وادی می باشه و این نصرت پیروزی در وادی دیگر می باشه، مطلقاً میانشون فاصله ایجاد میشه. پس وقتی که در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم مخاطب است، او از این حکم مستثنا نمیشه که اگر تو پیروی اهوای یهود و نصارا را کردی، دین خود بگذار پیروی اهوا و خواهشاتشان کردی، بدون شک کی رابطه که میان تو الله عزوجل است که رابطه ولایت باشه، این
قطع میشه. پس بدون شکی از رسول صلی الله علیه و مطلقا صادر نمیشه. در حقیقت در این مفسرین به اشاره میکنه تحذیر و حرمت رسول صلی الله علیه و سلم است. پس بدون شک کی قاعده اگر ما کسر مشاهده کردیم از امت رسول صلی الله علیه و سلم که زهوا و حواسای کافرها پشتیبانی میکنه، این خود به خود دلالت به این میکنه که این از ولایت الله عزوجل کس بریده است. پس قضیه ولا کسی با اصل دین و با اصل ایمان ارتباط داره، با اصل دین و اصل ایمان ارتباط داره. مسائلی که مربوط به اصل دین و اصل ایمان میشه متوجه باشین در اینجا مطلقا اعتقاد مطلقا شرط نیست و این هم قضیه اتفاقی است. همه علماء اهل سنت جماعت به این هم اتفاق کردن. قضیه اعتقاد در اون موارد مطرح میشه که در اونجا دلایل از قرآن کریم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. مثلا بگوییم مثلا چیزایی که مربوط به واجبات ایمان میشه، یعنی مثلا ما در اسلام مکلف به هستیم به والدین خود باید نیکی باید کنیم، یعنی بر الوالدین از جمله مسائلی است که ما به این مسئله ایمان داریم و بدون شکی از ایمان است که ما باید به والدین خود بر باید داشته باشیم، نیکی باید به والدین خود باید کنیم. خب اگر کسی به والدین خود نیکی نکرد، خب این ایمان داره که بر الوالدین از اسلام از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و این در این حالت کافر نمیشه. خب برعکس مشاهده میکنیم نوشیدن شراب در اسلام حرام است و اگر کسی ما مشاهده کردیم که شراب می نوشه، حتی مصر است معتاد به نوشیدن شراب میشه، خب در حالی که شراب حلال نمیشماره، این دلالت به این نمیکنه که کافر است. کافر در این نیست. اما مسائلی که متوجه باشین مربوط اصل دین میشه، اعتقاد مطلقا شرط نیست. مثل همین چه مسائلی که است. چرا؟ به خاطر که این قید گذاشته نشده. امام شاطبی رحمه الله در کتاب اعتصام به این مطلب اشاره میکنه که یکی از تحریف از مسائلی که تحریفی که در معانی قرآن کریم بعضی کسا کوشش میکنن که تحریف کنن بعضی معانی قرآن کریم در همچون موارد است. یعنی به این معنی که الله عزوجل یک مورد را بیان میکنه، حکمش هم بیان میکنه الله عزوجل، مناتش هم بیان میکنه که این منات همین حکم است، یعنی همین قالب از این حکم است که در اینجا چی میکنه، در اینجا این حکم جاگزین میشه. خب اگر کسی این منات گرفت چیزی در این منات اضافه کرد یا این همین حکم گرفت از این منات مطلقا بیرون کرد، یعنی به این معنی الله عزوجل کس در هیچ جای قرآن کریم ما سراغ نداریم که کسی که در لشکر کفار قرار میگیره از کفار پشتیبانی میکنه یا زنا اطاعت میکنه و علی مسلمین و علی مجاهدین شمشیر از نیام میکشه و علی مجاهدین صفبندی میکنه، هیچ قرآن در جای قرآن کریم سراغ نداریم که تا وقتی که معتقد با بطلان اسلام نباشه کافر نمیشه. نه، مطلقا این قید در اسلام نیست. این قید ما مطلقا نداریم قید در قرآن کریم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. این قید متوجه باشیم بعضی وقتا التباس در بعضی مسائل پیش بعضی کسا رخ میده. این قید مرتبط با او اعمال است که با واجبات ایمان ارتباط داره، با واجبات ایمان. یعنی به این معنی اگر کسی به این باشه، به این اعتقاد باشه که کسی در لشکر کفار صلیبی ها و یهود می باشه، او رو ما کافر به این خاطر گفته نمیتوانیم، به این خاطر کافر گفته نمیتوانیم که به این اعتقاد نداره، به چی؟ به بطلان اسلام ایمان نداره، به این خاطر با کفار یک جا نشده کفار دوست داشته باشه. این شخص بین نوشیدن شراب و بین موالات مطلقا فرق قائل است. یعنی به این معنی که نوشیدن شراب با کسی که با کفار در یک صف قرار میگیره، اینا در یک منزلت یک درجه هستند پیش از شخص، در حالی که قرآن مطلقا میان تفریق قائل است. قضیه شراب در مرحله مدنی مورد بحث قرار میگیره، اما این الله در شرک مشرکین قضیه را بحث میکنه که دلالت به شرک مشرکین در وقت میکرد که در این مسئله اینا آغشته بودن در قضیه ولایت. پس این را به الفاظ صریح که بیان کنیم این است که کسی که با کفار هم پیمان میشه، کسی که با کفار همکاری میکنه، کسی که در پالی کفار ایستاده میشه، ولو که معتقد به این باشه که اسلام دین حق است، ولو که معتقد به این باشه که یهود و نصارا باطل است، ولو که به اعتقاد باشه کسایی که با ما با اونا میجنگن مجاهدین اینا مردم صادق هستن، اینا شهدا هستن، کشتایی که اینا میشن، ولو که به همین معتقد باشه، خب به خاطر درهم و دینار، به خاطر یورو و دلار در این صف قرار گرفت، این متوجه باشین که اسلام بریده است، به خاطر این تکییف شرعی است. و ببین قرآن به صراحت در سوره مائده که جمله سوره مدنی است، به صراحت قضیه را اعلان میکنه که یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی کسانی که ایمان آوردن شما یهود و نصارا را شما به چی نگیرین؟ به ولایت نگیرین. در اینجا ولایت به است به که یکی دیگر شما پیروزی بتین، در پای یک دیگر استاد شوین، از یک دیگر پشتیبانی کنین. قرآن به تعقیب از میفرماید بعضهم اولیاء بعض، اینا بعض اینا نصرت دهنده بعض دیگر هستند، در میانشان تناصر است، یکی دیگر پشتیبانی میکنن، یکی دیگر نصرت میدهند.
و من یتولهم منکم، کسی که شما اونا